الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللہ رب العزت بالاترین احسانے کے بر بشریت و انسانیت کر دے و خصوصاً بر آل ایمان و مؤمنین ان کے دین بظرفیت بسیار بالا به ما عنایت کرده است. دین اسلام که آخری دین پروردگار هست و همه ادیان سماوی را الله تعالی فرستادند و عنایت کردند. در همه ادیان ظرفیت بالا بود ولی دین اسلام چون آخری دین الله هست و آخری مقررات و قانون پروردگار هست، الله ظرفیت ها را در دین اسلام بسیار بالا برده و دین اسلام را یک دین بسیار وسیع قرار داده است. از احکام این دین گرفته و تا اخلاقی که در این دین هست قرار داده الله تعالی، تا اعتقاداتی که در دین اسلام همه پسندیدن، همه مرغوبن، همه مورد پسند الله تعالی. الله دین اسلام را به عنوان آخری دین، دین مرضی عند الله برای بشریت انتخاب کردند و ظرفیت های این دین را بسیار بالا بردند. دین اسلام دین عمل هست، یک تئوری خالی نیست و دینی است که باید به همه ما عمل بکنیم. زمان ما از برکات این دین بهره‌مند میشیم
و زمان میتوانیم نجات بگیریم و زمان میتوانیم مقبول عند الله بشیم که به دین اسلام عمل بکنیم. و اگر دین بپذیریم و عمل نکنیم و التزام عملی داشته نباشیم، از برکات دین استفاده لازم را نمیبریم. و اگر بگیم این دین اسلام دین ما هست ولی سلیقه‌ای عمل بکنیم و آنچه که دلمون میخواد عمل بکنیم، هم بهره از دین نمیتوانیم ببریم. دین تعامل هست با همه. در دین اسلام دین تعامل، شما میتوانید با همه انسان های دنیا تعامل بکنید مگر کسانی که با شما در جنگن. دین زندگی مسالمت آمیزه، دین مداراست، میتوانید با همه مدارات کنید، با همه بشریت و انسان، مسلمان باشند یا غیر مسلمان، خدا را باور دارند یا با خدا شریک میگیرند. همه انسان ها که دارای هر عقیدان، دارای هر رفتاری هستند، دارای هر اعتقادی هستند، شما میتوانید دین اسلام سختی نکرده، تنگی نگذاشته است. دین عدالت هست که همه ما باید عادل باشیم و عدالت رعایت کنیم. دین انصاف، هم نسبت به خدایمان انصاف بکنیم و حق خدایمان رعایت کنیم، دستورات پروردگارمان اطاعت کنیم و هم حقوق مردم را باید مراعات کنیم و نسبت به مردم انصاف بکنیم، نسبت به مردم عادل باشیم. عدالت در دین اسلام اون دستوری است که از محورهای عظیمه و از محورهای شاخصه که الله می فرماید انبیاء را علیهم السلام را برای اجرای عدالت، برای احقاق حق، اثبات حق فرستاده است. دین بر حق، دین حق هست و دین عدالت هست و دین انصاف. همه مسلمانان در هر سطوح قرار میگیرند، حاکم باشند یا ملت و مردم و رعیتان، در هر سطح هستند، همه مسئولند. در دین اسلام الله تعالی چوپان هم مسئول قرار داده، زن را در داخل خانه مسئول قرار داده و کشاورز را مسئول قرار داده، جوانان را مسئول قرار داده. هر انسان بی مسئولیت نیست، همه انسان ها را الله مسئول قرار داده. اگر ما امروز مسئولین امر به مسئولین و دولت مردم میگیم، او چوپان هم مسئول امره، او هم مسئوله. او در حد آنچه که او در اختیارات داره و امانتی که به چوپان سپرده شده است در کار خودش مسئوله. هر انسان در کار خودش مسئوله. زنان در خانه در کار خودشون مسئوله. اگر مسئولیتشون انجام ندن، این بی‌انصافیه، این ظلمه. مادران نسبت به فرزندانشون مسئول، شوهر نسبت به زن و فرزندش مسئوله، زن نسبت به آنچه که در خانه است و در دست او مسئوله. همه مسئولن. استاندار در هم استان مسئوله، فرماندار در شهر مسئوله و شهرستان مسئوله. هر انسان مسئوله، همه ما مسئولیم. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. همه بزرگانی که بر سر مسند قدرت هستند مسئولند
و نزد الله مسئولن و آنچه که تحت مسئولیت اونها هست باید رعایت کنند. اگر رعایت نکنند به انصافی محسوس میشه. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیت فرمودن. همه مسئولن از رعی. ظرفیت دین اسلام و قانون دین اسلام هست. دین وسیع، دینی که ظرفیت بلند داره و ما خدا را شاکریم و شکر خدا را باید به جا بیاوریم که به ما دین داده است که داره ظرفیت بلند و بالا است. میتونه با همه بشریت و انسانیت با تعامل، با زندگی مسالمت آمیز، با مدارات با همه انسانیت و بشریت زندگی بکنیم، با همه خوبی بکنیم. دین اسلام ما را منع نکرده از این که ما خوبی انجام بدیم، نیکی انجام بدیم با همه مردم دنیا. دست ما را باز گذاشته که ما با هر کس خوبی بکنیم، با اونی که خدا را قبول داره و با اونی که الله را قبول هم نداره و انکار میکنه. به عنوان یک انسان یا به عنوان یک موجود ما میتوانیم که با همه خوبی بکنیم، با همه احسان بکنیم. این دیدگاه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم ظرفیتش همینطور بلند بوده و سیرت طیبه یا حضرت صلی الله علیه و سلم سیرت ظرفیت هاست و دین اسلام دین ظرفیت هاست و همه این ظرفیت برمیگرده به رب العالمین که ظرفیت ذات یگانه چه اندازه بلند و بالا است. انقدر به آنهایی که خدا را باور ندارند و قبول ندارند انقدر بر سرشون نعمت میریزه. نگاهش انقدر بلنده، دیدش انقدر وسیعه که حتی به دوستانش انقدر نمیده که به اونها میده. و فلسفه اینه که میگه دوستان دین داده، هدایت داده. اگر زیاد نعمت بر سرشون بریزه مشغول میشن، زحمت میشه برایشون، فرصت برای آخرتشون پیدا نمی کنن، فرصت برای خدمت خلق پیدا نمی کنند. باید اما دنیا را خدمت بکنند از روی حکمت، از روی دانش. به دوستانش کمتر داده و به آنهایی که با خدا دشمنی میکنند، چون دشمنی با دین، دشمنی با الله. شاید هیچ کسی مستقیما با الله نگه که من دشمنی میکنم، ولی دشمنی با وحدانیت پروردگار، دشمنی با توحید، دشمنی با قرآن عظیم و شان و دشمنی با حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، دشمنی با الله است. خود طرف قبول نداره که دشمنی میکنه، اما این دشمنی است و ظرفیت انقدر زیاده که الله تعالی اینها را نگهداری میکنه. گاهی بار بار به رحمت للعالمین حضرت رسول صلی الله علیه وسلم به مسلمانان الله تسلی میده که شما نگران نباشید. الله می فرماید که ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. خیال نکنید که الله نمی بینه، الله نمی دانه، الله غافله از آن چیزی که در دنیا مردم دنیا انجام میدن. انسان ها ظلم میکنن، بے انصافی میکنن، بیراه میرن و گناه میکنند و معصیت گرفتارن، با حق دشمنی میکنن. خیال نکنید که خدا اینها را نمیبینه، خدا اینها را نمیدانه. نه، همه چیز الله میبینه و میدانه. الله غافل نیست، لیکن الله قانون داره و قانون الله مهلت و الله تعالی مهلت میده
برای روز قیامت برای این پرونده درست میشه. پرونده اینها در حال وسعت، پرونده اینها در حال تکمیل. الله میخواد اینا را مجازات در آخرت بکنه، دنیا را نمیخواد آتش درست بکنه. دنیا محل عذاب نیست، مکافات هست. و تکتو کن، الله مهلت میده ظالمان. بعضی هزاران انسان میکشند، هزاران انسان، میلیون ها انسان میکشند و میخورند و میگردند و کسانی میگه اینها را الله چگونه گذاشته، چگونه تحمل کرده. این ظرفیت بلند و بالای این در پرونده درست میکنه برای جنایتکاران، برای ظالمین دنیا و برای طغیانگران، برای متکبران و جبابره دنیا. و الله تحمل میکنه. الله به ما آموخته که تخلقوا به اخلاق الله، ما به اخلاق خدا اخلاق کا جستجو بکنیم و این ظرفیتی که یعنی در الله ماضی ظرفیت به کار بگیرین توی دنیا، تحمل من بالا بره، صبر من بالا ببریم، برداشت من بالا ببریم. و این تعلیمی که الله تعالی به ما داده است. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با همین ظرفیت بلند و بالا بود. همین ظرفیت بود که ملت ایران جمع کرد و همه به پشت سر امام راحل و بنیان گذار جمهوری اسلامی پشت سرشون قرار گرفتن، پشت سر علما قرار گرفتن که علما ظرفیتشون بالاست، علما ظرفیتشون بلندتره. چرا؟ با دین نزدیکتره و دین ظرفیتش بالاست، شناختشون به خدا و رسول بیشتره و ظرفیت الله و رسولش بالاست. و لحظه این ظرفیت بود که ملت جمع کرد، مردم جمع کرد در سال 57 که بسیاری از این عزیزانی که اینجا هستند علا وقت یا خیلی جوان بودند و طفل بودند که یاد نمیدند یا متولدم نشده بودند. و این ظرفیت بالا بود. صحبت از ظرفیت ها بود، ظرفیت های کشور، ظرفیت های دین اسلام، ظرفیت های از دست رفته، منافع از دست رفته. صحبت از ظلم بود، از بی‌عدالتی بود، از اجحاف بود، از اینکه حرف مردم شنیدن نمیشه، به خواسته های مردم توجه نمیشه و منافع کشور دیگران میبرند. گناه زیاده، معصیت زیاده، گناه تشویق میکنن، ترغیب میدن، نهادی نکردن. و این مسئله سبب شد که همه ملت جمع بشه و انقلاب اسلامی به پیروزی برسه. این انقلاب مردمی بود، با مردم به پیروزی رسید. بقای انقلاب هم با مردم باید در صحنه باشند تا انقلاب تداوم پیدا بکنه، تا نظام جمهوری اسلامی ادامه بده به کارش. نگهداری مردم در صحنه حیاتی است. توجه به خواسته های مردم، اجرای عدالت و آزادی مردم که در شعار های روز اول انقلاب بود که عدالت اجرا بشه بین کل ملت و مردم آزادی داشته باشند، آزادی بیان تامین بشه، آزادی کلام تامین بشه و از ظرفیت ها صحبت بود.
و امروز هم باید همین مردم در صحنه باشن، باید عدالت اجرا بشه، تبعیض از این مردم رفع بشه که تبعیض در نه اسلام هست و نه برابری و تبعیض و بی‌عدالتی در اسلام نیست. اینها را باید از بین برد. مسئولان امر باید با بی‌عدالتی مبارزه بکنند، با تبعیض مبارزه بشه. تبعیض بین اقوام ایرانی، بین مذاهب ایرانی، بین ملت ایران، همه ملت ایران مساوی هستند و انقلاب یک مذهب نکرد. انقلاب مذهبی نبود، انقلاب دینی بود و انقلاب اسلامی بود و تمام مراکز قدرت همه به نام اسلامی نام گرفتن. مجلس شورای اسلامی و دیگر مراکز به نام اسلامی هستند، یعنی با اینجا باید ظرفیت اسلام باشه نه ظرفیت مذهب. مذهب محدودیت داره، نگاه ها هرگاه که مذهبی بشن محدود میشن و زیان آور میشن و نقصان دارن. نگاه ها باید اسلامی باشه، اسلام ظرفیتش بالایه. همه ما افتخار میکنه به دین اسلام. حالا در داخل دین تقسیم بندی های داریم و در تقسیم بندی ها بعض محدودیت های وجود داره، ولی در دین اسلام محدودیت وجود نداره. دیدگاه نگاه ما همون نگاه باشه که دین اسلام داره و اگر نگاه دین اسلام ما اختیار بکنیم حق همه میرسه، همه راحت میشن، همه مشکلاتشون حل میشه. جامعه اهل سنت هم از مدت 40 سال الان 41مین ساله پیروزی انقلاب اسلامی، جامعه اهل سنت هم در کل این دوران همکاری کرده، حمایت کرده، همراه بوده با مسئولان و مسئولان نظام، همراه بودند برابر معظم انقلاب، همراه بودند با مسئولین و هنوز خستهشون برآورده نشده انتر که باید برآورده بشه. هنوز اهل سنت دغدغه دارن، هنوز اهل سنت نگرانه آیندهشون و نگران حق و حقوقشون هستن. در واگذاری در خدمات ما هیچ انتقاد نداریم، چون که خدمات رسانی در همه جا بوده. حالا کم و بیش اگر جایی هست در تمام مناطق اگر چیزی کم بوده باشه هست و خدمات رسانی همه جا که شده است. بالاخره در این تفاوت آنچنانی وجود نداشته، ولی در واگذاری مسئولیت، در واگذاری مناصب و در آزادی در بعض شهرها و بعض مناطق و کلان شهرها و جاهایی که اهل سنت اقلیتن، در آزادیشون همیشه مینال. هم بعض جاها که هیچ انتظاری نیست و انتظار اینه که اینجا برادران اهل سنت به آغوش بگیرن، برای نمازشون کمکشون بکنن. اما متاسفانه مشکلات موجوده و مسلمانان اهواز همیشه گلایه دارند از همه ما، از ما گله می کنند از دیگران که شما به ما توجه ندارید و رسیدگی نمیشه. اینجا فشارهای موجوده و برادران ما اینجا که کرمان
استانی که اصلا ما انتظار نداشتیم واقعا از کرمانی ها که در اهل سنتی که اونجا هن با اونها با محبت رفتار بشه و تبعیض نباشه، فشار مذهبی وارد نکنن و استان کرمان یک زمان مرکز استان سیستان و بلوچستان کرمان بوده و همیشه اهل کرمان که می آیند گریه می کنند و گلایه دارند و ما انتظارمان از مسئولان بالای اینه که توجه کنه اینها را، نگذارن که به اهل سنت فشار وارد بشه. همین وحدت هم همین هست، وحدت امین و قوت همین است که اهل سنت در سطح کشور هر جای هستند آزادی داشته باشند و به نمازشون، به تعلیم فرزندانشون و شیعه و سنی همه آزادی داشته باشند. اونهایی که با ما حتی به زبان حاکمیت حرف نمیزنند، یعنی زیاد بالاخره قبول هم ندارن، باید آزادیشون تامین بشه. قانون هم همینه میگه و اسلام هم همینه میگه. اونایی که غیر مسلمانن اینجا و اعتقاد ما را ندارن، مانند ما فکر نمی کنند، هم باید اون آزادیشون داشته باشن و عدالت اجرا بشه، شایسته سالاری باشه. الان شایسته سالاری متاسفانه در جمهوری اسلامی اجرا نمیشه کاملا. این فرم‌های که شیعه و سنی می نویسند اینها برخلاف عرف دنیاست. توی دنیا هیچ جای از مذهب سوال نمی کنن. همین بسه که ایرانیم و اگر از این بیشتر میخوایم داشته باشیم، همین بسه که بدون مسلمان و غیر مسلمان، نه این که نسبت به غیر مسلمان عدالت نکنیم، بلکه همه نسبت به همه عدالت بشه. غیر مسلمانان که در ایران زندگی میکنن و یا اینجا به هر حال مستعمر اینجا، گذرنامه در اینجا زندگی میکنن، باید عدالت برخوردار باشه، مساوات نسبت به مسلمان و غیر مسلمان، حقوقشون همون اندازه که قانون تصویب کرده، قانون اساسی باید مراعات بشه. و تنگ نظری اگر بیاید، خدا نکنه نفوذ کنه در یک سیستم، به اون سیستم تنگ نظری ضربه که میزنه از درون که دشمن بیرونی نمیتونه اون ضربه را بزنه. نگاه تنگ خدا همراه نیست. اگر ما نگاه کنیم به ظرفیت دین اسلام، نگاه کنیم به ظرفیت حضرت رسول و سیره آن حضرت، نگاه کنیم به سیره ظرفیت ائمه اهل بیت، ظرفیتی که در سیدنا علی بود رضی الله تعالی عنه، ظرفیت هایی که در سیده فاطمه و خدیجه الکبری بود، ظرفیتی که در حسن و حسین بود و ظرفیتی که در دیگر بزرگان اهل بیت بوده، بسیار ظرفیت بالایی بوده و ما او ظرفیت ها را باید مراعات کنیم. ظرفیتی که در قانون اساسیه 41 سال می گذره از قانون، بسیاری از مواردش سلیقه‌ای عمل میشه و لحاظا عرض ما به خدمت مسئولین و پیام ما برای همه دولت مردان، هم برای دولت جناب آقای روحانی مینه که اما فرصت را از دست ندیم. بین قومیت ها، بین مذاهب، بین دیدگاه ها، واقعا با ظرفیت بلند که در قانون جمهوری اسلامی ما با مردم رفتار کنید. اهل سنت ها ناامید نکنید، اهل سنت ها نزدیک خود بیارید. اهل سنت گلایه داره، اهل سنت دغدغه داره. اگر بنده بگم یا نگم اینه هست، کسی بگه یا نه، ما به شما اطلاع میدیم که دغدغه هست. این دغدغه ها را برطرف کنیم.
در رابطه با انتخابات هم بنده یک دو تا جمله بگم که به هر حال در انتخابات هم همین ظرفیت بلند و بالا را میخواهد که فرا جناحی، فرا مذهبی، فرا قومی و ما در انتخابات ها نگاه کنیم و توانمندی و لیاقت خیلی مهمه. اگر یک آدم متقی باشه، اهل نماز باشه، اهل دین باشه ولی لیاقتش ظرفیت بالا داشته نباشه به درد نمایندگی مجلس نمیخوره. نمایندگی مجلس ولی صاحب باید ظرفیت بالا باشه، باید از کسانی که نمایندگان جز رجال مملکت باید ظرفیت بالایی داشته باشند. این در هر طیفی باشه، در هر جناحی باشه، در هر قوم مذهبی باشه، همون شایستگی داره. ایران مال همه ایرانیانه، مال همه هست، مال یک کس نیست. و اینجا در این منطقه زمان حکومت نبوده اینجا و مردم اینجا در مقابل انگلیس ها جنگیده و متجاوزگران کشته داده و او زمانی که قبرستان اینجا آباد بوده هیچ حکومت اینجا نبوده، ایران هم نبوده و ما این منطقه را نگه داشتیم برای ایران و افتخار میکنیم به کشور خودمون. مردم ما افتخار میکنند و همه را باید ببینن، این ملت ها ببینن. تمام این قومیت های ایران هر یکی یک ظرفیتی برای ایران هستند که از تمامیت ارضی کشور استقلال میهنی دفاع کرده، نگه داشته مناطق خودشون. لحاظا همه را نگاه کنه. شورای نگهبان میتونه که با تایید شایستگان و توانمندان بیشتر میتونه که کوره انتخابات گرم بکنه و انتخابات زمان گرم میشه که تنوع باشه و اون کسانی که مردم باورشون دارن به صحنه انتخابات بیاید و انتخابات گرم میشه. روی این شورای نگهبان هست که میتونه انتخابات گرم بکنه و ظرفیت ها وقت بالا باشند همه مشکلات ها انشاءالله حل میشن و توصیه ما دل سوزانه به همه آنه، به خودمون اول و به همه آنه که ما ظرفیت ها را بالا بگیریم. این به نفع حاکمیت هست، به نفع نظام جمهوری اسلامی و به نفع کشور عزیز ایران هست. روز سه‌شنبه 22 بهمن هست و راهپیمایی 22 بهمن یک وظیفه ملی هست. برحال این یک روز ملی در کشور و در جمهوری اسلامی و انشاءالله به راهپیمایی شرکت کنید. الله تعالی به همه ما توفیق عمل نصیب بکنه و مرا و کشورمون را الله تعالی و همه ملتمون را، همه ما را هدایت عنایت کنه به راه درست که راه پروردگار همه را الله راه خودش را نشان بده، راه سعادت تا به ما و ما را موفق بداره. و صلی الله علی سیدنا محمد.